قفس‌هایی از این سبک تقریبا میشه گفت فکر کنم این قفس مال 20-25 سال پیش بوده، یعنی رواجش و حضور و شکل گیری این قفس‌ها مربوط به اون دوران هستش. با توجه به اینی که از نظر روکشی که باعث بشه برای پرنده ایمن باشه، ببینید به جز این یکی که بقیه نقاط اون روکش از بین رفته و خود این از بین رفتن روکش و همچنین این مفتولی که میبینید اینجا هست میتونه پرنده شما رو مستعد مسمومیت با فلزات سنگین بکنه. البته آقای فریبرز مشکل شدید تنفسی و سنگ بینی هم داشت، سنگ بینی رو تخلیه کردیم، ولی این هستش که اگر بخواید ببینید الان مشخص است سایزش چقدره. بنابراین همیشه از قفس مناسب و استاندارد برای پرندتون استفاده بکنید و درگیری تنفسیش هم جدی بگیرید.